با اجازه همگی عزیزان. بسیار خوب. البته به اجازه نسیم جان کاکو اجازه باشه، عزیز صاحب اجازه دوستا هم اجازه باشه که من مستقیم نشده باشه. سوال دوم ایه که شما چی ویژگی برای جناب استاد آصف و کار از اینا با هنر از اینا شناخت شما در رابطه به ایشون چیه که شما نزد ایشون شاگرد شدید؟ البته که همه اساتید و بزرگوار برای ما قابل قدر هم همین ما از همه ادب و چیز آموختیم. منتها نظر به اخلاصه که به ایشان دارم، ایشان اول از همه که قلب بسیار پاکی دارن، از همه چیز مهمتر ادب و اخلاق و متانت ایشانه. اول که می‌فهمیم ادب هست، سرلوحه هر انسانی در زندگی ادب هست و بعد از او هنر میشه. دیگه نظر به هنرم که دیگه استاد آصف جان به همین شما معلومم به همین مکتب اخلاص دارم و همون خاطر من ایشون انتخاب کردم. بسیار عالی. سوال بعدی اینه که شما چی مدتی میشه که برای از ایشون فرا گرفتیم آموزش آوازخوانی و آرمونیه؟ جا داره که یک مقدمه بگم که همین که همین شما عزیزان در جریان من تقریبا نزد استاد عظیم جان حسنپور چند وقت در بزن در بخش طبله بله به خاطر همین لی کار کردم دیگه. وقتی فهمیدم کمی به لی راسته شدم دیگه باز گفتم که آرمونیر بگیرم. حدوداً 1 سال میشه که نزد استاد جان شاگردم. منتها هنوز اول رایم هنوز هیچ کار ما نکردیم، زحمتی نکشید. بسیار صحیح. و به ایشون از استاد عظیم حسنپور یاد کردم. خدا بیامرزه. استاد رحیم خوشنواز، استاد جلیل حسنپور، جلیل احمد دلوان، تمام هنرمندان در کل یک صلواتی هم به روی عزیزای یک صلوات ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خب پس شما در حدود 1 سال میشه شما که آوازخوانی انتخاب کردین، بسیار کار خوبی کردین، به خاطر از اینکه شما قبلا در کل همین کسایی که آوازخوانی شروع میکنن بزرگا گفته اول میله کمیش یاد میگیرم. کار شما باز قانونی‌تر از بعضی دوستا و بعدش هم گذاشته شما زودتر پیش میبریم کاره. انشاءالله ما شاهد باشیم که امشب مثلا گرمانیه، شاهد باشیم به زودی که شما مثلا به قله‌های انشاءالله برسیم که باعث افتخار به استاد شما به مردم افغانستان، چون که آینده موسیقی افغانستان به دست شما جوانای ما که سفید شدیم پوری اگر یاد داشتیم و نداشتیم و بالاخره زمان ما تیر شده، بالاخره آینده موسیقی افغانستان به دست شما جوانای مثلا جناب آقای خوشنواز، رامین جان گل، مثلا جواد جان خوشنواز، دیگه دوستا کارم مثلا آقای رضایی، بسیر احمد جان صدیقی کل هم جوانای امروزی مثلا جواد جان گفتم اول گفتم. خب آینده این موسیقی به دست نمی شما جوانای در حالی که به افغانستان هم که موسیقی قطعانه و باز نمی بسیار کار بزرگیه که شما همین راه بزرگوار ادامه میدیم و انشاءالله که موفقیت زیاد برای همگی کلا از خداوند میخواهیم. خب حال شما پارچه های یک پارچه یا 2 پارچه که ما این برای دوستا تقدیم کنیم، این پارچه ها میشه که 2 پارچه که 2 راگ میرم خدمت شما عرض شود که پارچه هایی که من انتخاب کردم یک غزل که من خیلی دوست دارم، غزلی است از استاد سراهنگ صاحب بزرگوار، خداوند روح همه بزرگوار شاد داشته باشه. غزل من در راگ میگ هست. راگ میگ از کافی تا که دارای 5 سر می باشه. آروی، وادی و سنوادی از ایسا و پنچم میشه. بعد از جمله راگ‌های بهاری هست، راگ میگ که به او با راگ ابر هم گفته میشه.
دیگه باز توضیحات بیشتر اگه لازم باز استاد جان باز افتخار این یک دست بازم اجازه میگیرم از همه بزرگوارا اگه کوتاهی از ما شد، اجازه از استاد بزرگ ما، اجازه از همه عزیزان، من همین دو پارچه تقدیم میکنم. یک پارچه از تو گفتم، یک ترانه هم از استاد آصف جان حبیبی که ساخته خود از اینایه. با اجازه گرم شما. باشه بسیار بله بله بگه بله بله فکر بکن بله یک دو بله بله یک دو سه بازم اجازه از همین عزیزان. سایه بیهوده در این ره با جایی نرسید، مزدگر می طلبی طاعت استاد من. اگر بیایی و پرسی چی برده‌ای در خواب، ز خواب ناله برارم که آرزوی تو را. سر ما پاکیزانی پاره میریزم، خاکی رهی تو امره باد صبا رسید، خاکی رهی تو امره باد صبا رسید. چشم مرا سری بجا تو دیار سی، چشم مرا سری بجا تو دیار سی.
جدا رسید جگر را جدا رسید دل را جدا رسید جگر را جدا رسید خاکی رهی تو رهی باد سوا رسید گاهی در سر گاهی در دل گاهی در دیده جا دارد غبار راهی جلوه تو با من کار و دارد دل جدا رسید جگر را جدا رسید خاکی رهی تو رهی باد سوا رسید از فیض فهم این همه شیرین سخن شدم شیرین سخن شدم از فیض فهم این همه شیرین سخن شدم شیرین سخن واقف مرا شکر زده بوریا رسید واقف مرا شکر زده بوریا رسید خاکی رهی تو رهی باد سوا رسید واقف ز مشق شب سیاه گشت آمد با رمز اهل بیت امید شفاعت است واقف مرا شکر زده بوریا رسید خاکی رهی تو رهی باد سوا رسید چشم مرا ز غیب وجد تو دیا رسید Sarema,
Tum